سلام، ببخشید مزاحمتون شدم. نه خواهش میکنم، بفرمایید. عزیزم تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه امروز کلاس نداری؟ اتفاقی افتاده؟ ناهارتو آوردم. پاک فراموش کردی یا مگه یادت نبود امروز خودت باید منو برسونی و کمکم کنی برای پروژه روفینگ پلن؟ به نظر تو من چیزی که باعث پیشرفتت بشه رو فراموش میکنم؟ مرسی بابت نهار. برو جلو در قربونت بشم، منتظر باش تا اینا رو بذارم رو رگال و بیام. باشه عزیزم، پس زود بیا، منتظرم. چند روزی حواسم بهت بود، سر کار درگیر جزوه و درس بودی. حس میکردم خودت داری ادامه تحصیل میدی. نه من که فوق لیسانسمو دارم، درسم هم بد نبود خانم، اما قسمت دیگه درسم که تموم شد کار نبود، مجبوری اینجا استخدام شدم، وگرنه باید از سواد و تحصیلم استفاده میکردم. جزوارم واسه همسرم میخواستم. واقعا کار تحسین برانگیزه، اینکه برای آینده همسرت هر کاری میکنی. همه چی دو طرفه است دیگه، اونم همینطور پا به پای من داره تو این زندگی تلاش میکنه. اسمش روشه، زندگی مشترک، نه اینکه یکی خوشی کنه یکی به درک. با اجازهتون من برم، منتظرش نذارم.